هی سلام، این جزیره 250 میلیون دلاریه. جزیره خصوصی گرون قیمته. در این جزیره فقط تو میتونی آرزو کنی یا هر چی هم بخوای برآورده میشه. من اینجا میخوام بین جزیرهایی که هست صفاتشو بهت بگم. یه جزیره مجلل 150 میلیون دلاری، یه جزیره عظیم 45 میلیون دلاری و یه جزیره یخی 5 میلیون دلاری. و به ارزون ترین جزیره من خوش اومدی، $1. و شایدم اینجا اصلا مناسب شما نباشه. و اولین کاری که باید بکنی پاتو بذاری تو این جزیره. این برای شماست. ممنون که این جزیره رو به من دادی. بریم ببینیم چی خریدیم. فکر میکردم خیلی بزرگتر باشه. به ازای پرداخت $1 شما این همه آجر میگیری. یه توالت قدیمی، یه توالت پیدا کردم و یه دسته چوب. تعداد این شما بیشتر از جزیره. اینا چی میگن؟ برای سوار شدن قایقا. همینطور که میبینی اینجا چیزی نیست. پس اینجا منفجر میشه. ما هم میریم به جزیره 150 میلیون دلاریمون و همچنین یک جزیره فوق‌العاده 1/4 میلیارد.